موسیقی مثل سیاحت سرحد ندارد و امروز ما در برنامه سفر گفته ها با موسیقی سیاحت خواهیم کرد و قهرمانمون نفری هستند که موسیقی آنها به دل هزاران نفر جای گرفته است و از دل هزارها نفر صدا نیز می‌دهد و نفری هستند که محض با موسیقی سیر عالم کردن و سیر تاجیکستان نیز کردن. دوستان عزیز سلام عرض میکنیم. این شماره 90 نمایش سفر گفته است با شرکت هنرپیشه شایسته تاجیکستان، راهبر موسیقی انسامبل دولتی شش مقام بانام فضل شهابوف سراجین جوریف. شما را خوش آمدید و سراجین، ما خوب میدونیم که شما با موسیقی با اسباب سیر عالم کردید. تشکر. بله. بیاید در نوبت اول ما درباره خریطه سفرهای شما صحبت کنیم. من میدونم که شما با هنر، با موسیقی، با همین اسباب دوتار با تمام گوشه کانال تاجیکستان سفر کردید. یعنی یگان نقطه تاجیکستان هم بود که شما سفر نکرده باشید. بله. و در همین طول فعالیت سفرهای زیادی خارجی نیست، خیلی زیاد داشتید. با کجا سفر کردید؟ بار اول ما شروع نمودیم از خود سمرقند، از ازبکستان. ترانه‌های شرق 2003 سال اشتراک کردیم. بعد از 2004 سال علاقه ما اروپا رفتیم. یعنی عموما گوییم اروپا، در اروپا یک دولت‌های 80% دولت‌ها بودم. یعنی دولت اتحادیه اروپا. بله. در امریکا بودم و در ژاپن بودم، در کره، در آسیای مرکزی، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان، ایران و در عربستان سعودی. در اونجا در شهرهای دبی، قطر، دولت‌های عربی بودم. در مصر بودم. در خود یک جزیره گاوای در اونجا بودم. همش با شرافت همین هنری ما بود. یعنی فقط انتارکتیدا موند. سلامت باشید. و امریکای جنوبی موند. امریکای جنوبی نرفتم. بیت یک چی هست، ما اساسا برنامه در اساس عکس ها و نوارهای شما صورت میگیرد، ولی یک سوال داشتم. همین اولین سفری خود را شما شروع کردید، از اولین سفری خود را در راه دارید. من برنظر دارم اولین سفری خود از خانه. یعنی شما پرورده مکتب موسیقی ناحیه سپیتامین هستید؟ بله. بله. و در مکتب صنعت یا موسیقی به نظر مکتب موسیقی تحصیل کردید. یعنی اولین سفر شما از زادگاه. سلامت باشید. ما در دوره شوروی بود، در مکتب موسیقی رقم 1 ناحیه سپیتامین تحصیل می‌گرفتیم. ما یک گروه انسامبل دوتار نوازا بودیم، 3-4 نفر. خودی زمستان بود، برف باریده ایستادگی بود. بار اول ما از ناحیه خودمون با ناحیه جبار رسولوف پرولتار بود، ناحیه همسایه. اونجا یک مکتب موسیقی رفتم، ما کنسرت موندیم. بار اول همین سفر کرده بودیم با استاد. بعدا نگفتن امانت ما با شهر دوشنبه آمدیم. این سالهای 86 87 بود. صنف چند بودید؟ در مکتب صنفی 6 بودم. مکتبی میانه. مکتب موسیقی بودم صنفی 3 یا 4 بودم. در ثبت تلویزیونی آمدگی ما. یعنی الان که همون سالا شما در ثبت تلویزیونی شرکت ورزیدید؟ بله. بعدا با خوجان رفتیم، مکتب صنفی 8 مکتب میانه یعنی ختم کردیم. بعد با آموزشگاه موسیقی امروز کالج صنعتی صادرخان حافظ. بله، با اونجا رفت. چون ما درباره عکس ها گفتیم، من یک عکس الکترونیک شما رو از خود شما دسترس کردم. بیاید از همین عکس سر کنیم اگر شما راضی باشید. یک عکس خیلی جالب سیاه سفید است، ولی من فکر می‌کنم که همون عکس ها خیلی عکس‌های جالب هستند. یعنی اینجا شما همراه پدر هستید و در دست اسباب دوتار دارید. خیلی جالب. این عکس رو در یاد دارید؟ من در یاد دارم. وقتی که اکای من به خدمت حربی رفت در خود آلمان
خدمت میکرد. 6 ماه در اونجا بود. بعد به مسکو اومد. از پیش یکم یک همشهری ما به ناحیه ما میبیاد، یعنی خدمت بود میکند، میبیاد و خانه به میبیاد برای خبرگیری. اون وقت تلفن هم کم بود، این خیلی چیزا کم بود، ما در رابطه نبودیم. اومده عموما همون سلامتی یکم عموما سلام یکم با ما رساند و میمانداری کردیم. خدا رحمتی پدری ما. بعد گفتن یک معلم بودن در مکتب ما، اون معلم یک صورتگیرک فوتوآپارات داشتن، همون رفته گرفته بیا گفتن. من در یادم هست معلم رفته از خونهشون، من گفتم که وای اومدن و عکس گرفته بودن. همین عکس همون است. و در همین عکس شما نمیدونم شلیپا دارید، شپکه دارید؟ شپکه نو گفتن نمونت این شپکه تاریخ دارد. این وقتی که توسط رادیو ما تلویزیون ما یک بچه دیدیم، پدری من دیدن یوگسلاویا رفت آمده است همون وقت، یعنی یوگسلاویا بود اون وقت دولتی. انا اینجا رفت آمده است. بعد دربارش برنامه بوده است. بعد در گزیت برآمده است. با هم در گزیت دیدن و در گزیت در اونجا منزلاش کجا میخواند استاداش نوشتگی بوده است. بعد من شنیدم، من بچه میده بودم، یک مکتوب نوشتم. بعد از 10 روز با جواب آمد از ازبکستان و یوگسلاویا رفت آمده است. تاشکند به گلیر به میخوان. گفتن که پدرم همین کتی جوره شد، این هنرمندی ناز بوده است، این آوازخوان بوده است، در یوگسلاویا هنرنمایی کرده است. گفتن بعد همون مکتوب آماده کردیم، مکتوب نوشتم. بعض جای پدرم گفتن که کمک کردن، یک جای نوشتیم. بعدا جواب آمد. ما در دوامی چند سال، 1 سال قریب فقط مکتوب می نوشتیم به یک دیگر. بعد یک روز پدرم مادری منو گرفتن، گفتن که میریم به تاشکند. همون بچه دلشاد نام داشت، اینترنتی به نام گلیر میخوانده است. همون بچه پدر و مادرش هم گفته است که دعوت کرده است ما به تاشکند، یعنی گرفته بردن و منو همون دلشاد به انمی شپکه گرفته دادن. شپکه که شما دیدید شلیپا از خودی تاشکند یک مغازه گم بود کلام، از همونجا گرفته دادن. بعد بار اول ماشینا شده بودیم. پدر هنرمند بودند؟ پدری من راستی آموزگار بودن، از فیلولوگ بودن، از فیلولوژیا تمام کرده بودن و تاریخ درس میدادن در مکتب میانه. بعد دوتاره فقط انگشتربای دوتاره میناختن کم کم در خانه. خودآموز بودند؟ خودآموز بودن، یعنی چون بابای ما دوتار نواز بودن، لیکن از بابا ما پدر ما خیلی جوان ماندن. بعد وقتی که اویلادار میشن، فرزنددار میشن، یک دوتار میخرن خانواده میمونن. همین دوتاره فقط انگشتربای دوتاره فقط ضرب میزدن، همون شتریخ‌های دوتاره میناختن. بعد با مکتب موسیقی ما رفتیم و با این کسب ما گرفتیم. شما گفتید که اولین سفرتون نیز با موسیقی با نوازش رفت داشت، نه؟ بله بله. همون نوازش درتون است؟ کدام اثرها بودند یا که الان این قدر بعد این قدر ایجاد فراموش شدن؟ نه در یادم هست. در اون وقت یک اثرهای میده میناختیم، خیلی میده. بیوت دوتار میناختیم. چقدر بود؟ بیوت دوتار و جورش کمتر دیگر. یعنی این اثرایی که حالا هم در مکتب موسیقی برای نوآموزان همین اثرا می‌آموزن، بله بله. حالا هم هستن در برنامه موسیقی، در برنامه تعلیمی هست. در کالجی صنعتی برنامه سلطان حافظ تعلیم گرفتید میخواد؟ بله. بعد از ختم مکتب موسیقی نوحه نو سپیتامین
بعد از ختم صنف هشتمی مکتب میانه همون آموزشگاه رفتیم کالج صنعت. در اونجا دو شعبه بود، یعنی میگفتن народное отделение و восточное отделение. یعنی народный خلقی بود، در اونجا فقط چیزای کمپوزیتور نواخته میشد و موسیقی اروپا بسیارتر تکیه میکرد. وосточный شش مقام یاد میداد. از همون وقت ما با شش مقام سر و کار داریم، یعنی از شش مقام کورس اول به همون اثرهای اولین تصنیف ترجیح گردون همین اثرهای ما می نواختیم. یعنی استادا اونجا به عابد خان علی اکبرов استادی من بودن، سعدالله عبیداللهov، بیات همراقولov استادانی ما بودن. هم فنی انسامبل هم اختصاص خیلی با ما بسیار چیز یاد میدادن. عکس‌های خیلی زیادی دارید از سفرها و ما چون نمایش ما در اساس عکس‌ها است، من در بین عکس‌هاش ما یک رسمی خیلی جالب دیدم موزیت من. شما البته در نظرم در این عکس شما در اکادمی مقام تحصیل می‌کردید. بله بله. جایزه سپوری، جایزه بین المللی گرمی، وقتی که می گرمی گرفتیم، بله نامینانت جایزه بین المللی گرمی شدیم، نامینانت شدیم. در اینجا هم خودی نشان است و هم به نظرم دیپلم هم هستن. دیپلمش هم هست برای دسته اکادمی مقام، برای همه یکتگی اینا سپوریدن. همون وقت وزیر فرهنگ در یادم هست، در خودی یک تالار در نزدیک تلویزیون سفینه بود، خانه کینو بود می در اونجا جایزه سپوری شد. خودی وزیر فرهنگ آماده بودن با هنرمندان اسپیرانتون اکادمی مقام به 8 نفر همچنین جایزه سپوریده بودن. البته گرمی با خاطر آن ما نایل شدیم که یکی از ثبت‌های ما سلسله مقام راست قسمت نصرش همون نامینانتی جایزه بین المللی گرمی گشت. در آمریکا شده گذشت، ما رو حتی دعوت کردن آمریکا رفته یک کنسرتی اکادمی دسته اکادمی مقام یک کنسرتی اونجا 6 مقام ماندیم و در دانشگاه کولومبیا در نیویورک اونجا درس مهارت گذاشتیم. این 2006 بود، 2007 بعد از گرفتن جایزه یعنی نامین گرمی. اولین آهنگی موسیقی جور کردتون کدام است؟ اولین آهنگ راستی من یک آهنگ نواختم، این ذوق جوانی است. این آهنگ راستی من میگویم از رادیو وقتی که دوتا رو گوش میکردم یک همون چیزی پارچه آهنگ در گوشم باقی ماند، یعنی خیلی دوست داشتم این اجرا رو. بعد از همون پارچه نواخته من دوام دادم همون پارچه دوام دادم بعد تکمیل دادم. اومده استاد به نشان دادم که استاد یگان چی به مانند نیسمی، شما میدونید یگان آهنگ به مانند نیسمی. راستی بعد گفتن که من یگان چی به مانند نکردم، لیکن چیزی نقص شده است. گفتن نامش چی میمونیم؟ گفتم بعد گفتن نامش ذوق جوانی میمونیم. گفتن استاد ماندگی بودن، سلطان علی خدایبردی. بعدا همین آهنگ خوبم گفتم یک همین به مانند آهنگ است. اینم از توسط تلویزیون گوش کرده بودم. این با مانند است لیکن با آهنگ دیگر است، کمتر، بعض ساختارش دیگر است، لیکن بعض همون الیمنت های اساسی من از همون آهنگ الهام گرفته یک بار اول نواختم. همین آهنگ از شاگردشون بسیار بنوازن. بله در آزمون ها هم بله شاید کمتر باور میشویم. بله چون این آهنگ بعد از نواختن من همه این آهنگ رو چسبیدن بسیار آزمون بهم کمتر من نواخته میتونم.
البته که ما از روی عکس‌های پراکنده صحبت میکنیم، یک افیش است، یک کنسرت شد در دانشگاه گاروارد. بله بله بله. یعنی بار اول سال 2014 با دعوت همون یکی از پروفسوری دانشگاه گاروارد، ریچارد وولف، اون کس منو دعوت کردن با مدت 1.5 ماه در اونجا. 2014 بود. من در اونجا 2016 دویم کاراته وقتی که رفتم، در مدت 4 ماه در اونجا، در 4 ماه بسیار برنامه‌های کنسرتی بود. لیکن در مدت 4 ماه من هم چند دانشگاه‌های آمریکا رفتم و با خودی لندن اومد رفتم انگلیا. توجه من میدونم شما علاقه انگلیسیش خوب بلد هستید. بله، نه بیشتر بود یا از همونجا راستی 2014 من دعوت شده باشم. 2013 من با کورس‌های زبان آموزی میرفتم. 6 ماه من در اینجا خوندم. در دوشنبه پیش از آمریکا رفتن، در دوشنبه خوندم. همون یکم و دوم مرحله‌اش خوندم. بعد همون تجربه گپ زدن در کار بود، معاشرت در کار بود. بعد آمریکا رفتم، این با من کمک شد، یعنی مجبور بودم برای گپ زدن. بعد یاد گرفتیم اینجا. نه اونقدر زبان خوب میدونم، اما در موسیقی یعنی در ساز خودم میتونم فکرمو بیان کرده باشم. و اصلا خود موسیقی زبان ندارد. سلامت باشید. در امریکا هم یکون آهنگ ایجاد کردید؟ غیر از اون که تعلیم دادید؟ در امریکا هم چند آهنگا ایجاد شد، چون در اونجا وقت خیلی زیاد داشتم من برای هم تمرینی برنامه، برای تمرینی هم درس‌ها. لیکن در اونجا میهن در امریکا ایجاد شده است. میهن البته یک در دو طور چیزی بله. و من فکر میکنم این آهنگ با دنبره باز خیلی به نظرم صدای خوشتر میده. بله شما درست گفتید، این با دنبره همون دوتاری معده نزدیک است. چون همون یک چیزی باشد که همین تأثیری همینجا کتی شده، یک چیزی باشد که با یادی وقتی که میشنوید با تاجیکستان با یاد رسد. یعنی همون المنتایی که در اینجا استفاده بردیم صرف همون کوهستانی به نزدیکتر است. اگر حاضر من شما پرسیدم که درباره کدام عکس یا خاطره جالب داره یا کدام عکس رو شما حاضر یکم شاید از سفرها باشد نمیدونم همون عکس رو پیشنهاد میکنید که هست؟ انا اونجا یک استروف گاوایی هست. وقتی که ما با همراهی هنرمندان هندوستان، افغانستان، از تاجیکستان 2 نفر مختار مبارک قدموف و من یک دیسک آماده کردیم. یعنی با ما پیشنهاد کردن In the Footsteps بابور، یعنی همون بابور که از اندیجان برآمده است و از اومده از تاجیکستان افغانستان گذشته تا به هندوستان رفته است. بله. بابور میرزا. همین فهموندن موقع گفتن که با یعنی سلاح، یعنی راه گشته باشد شما با موسیقی راه گردیدان، با هم یک چیز آماده کنید. گفتن ما در فرانسه اینا
آماده کرده بودیم در فرانسه ثبت کرده بودیم. البته با این ثبت ما را چند جا دعوت کرد، از آن جمله همین یک موزه‌ای که در خود همون جزیره گاوایی در شهر گونولولو همون موزه ما دعوت کرد و همین باور کنید بحر است، لب بحر به خانه دارد، همون خانه موزه شده است. در اونجا پیش از برنامه خودم ما آماده یک دیدن نمودیم. در اونجا شاهنامه فردوسی را با زبان انگلیسی ترجمه کرده، یک کلام کرده نوشته بود در آثارخانه. بعد هر یک خانه با می‌دارید، هر یک خانه و یک زنک یک قریب 90 100 سال پیش زندگی کردگی گویایی که سفر کرده است، از همون دولت‌ها یک چیزش گرفته است. یعنی خانه‌اش می‌دارید مثل ساختار خانه‌اش خانه ایرانی، خانه مرکزی آسیا میگوید، خانه عربی میگوید، در فیس خودی ماروکو این خیلی خانه ها هست، هر یک تاش ما با نقل کردن در اونجا. یعنی خانه‌اش همین خیلی ساخته است و سازهای موسیقی است. در اونجا یک چیز آوردگی بوده است، هر چیز هست در خانه‌اش. در بیرون حولیش بعد صحنه کرده بود، در اونجا ما هنرنمایی کردیم با همراهی امین راهول شرما، سنتور نواز خیلی ماهر و مشهور هندوستان، و همایون صحیح، این افغان رباب افغانی می نوازد از افغانستان، سالار ندیر 4 نفر و مختار مبارک قدم 5 نفر. شما یک آهنگ گویا یک جا نواختید یا که؟ بله، ما چند آهنگ یک جا نواختیم، یعنی چند آهنگ با تنهایی هم نواختیم. یک عکس دیگر دارید اینجا در تالاری کجا باشد؟ شاید پاریژ باشد، من نمیدونم. فرانسه است. در اروپا در خود فرانسه یک چند شهرش از طرفی همین وومن، یک هنرمند خیلی مشهور چین، دخترک پیپ می نوازد و با این ما 2005 سال همکاری سر کرده بودیم. همین کس. یعنی این افیشه همون کنسرت باشد نه؟ این در چین با وومن در چین. یعنی همون نفر هستن فقط وای عکس در فرانسه و این در چین. سلامت باشید. همین ما جمع کردگی دخترم همین. من از اونجا دیگر هنرمندا هستند، از عربستان قانون نواز فیراز بود، از خود ایتالیا اندریا اهل زر بود و عباس قاسیموف از ازبکستان. در اینجا دیگر گروه ها. در اینجا صنوبر ترسون است، این با فکرم که از اندریا از ایتالیا. ما 4 نفر بودیم. این دو مرتبه با چین خود دولت چین تور تشکیل کرد. یعنی تمام شهرهای چین با ما با همراهی وومن هنرنمایی کرده بودیم. یک اثری هست که نمیتونم اونجا نواخته بودیم. بله و وومن خودش خیلی ناز میبیند. یک آهنگی است، آهنگ بدخشانی. مشهور است در تاجیکستان و آهنگ جالب هم هست. جالب هم هست از طرف تولایف. به فکرم این ایجاد شدگی استاد تولایف. و حتی عکسای جالب دارید که رسمش عکس شما در مانیتور هست. وقتی که با شهر دوحه با همراهی هنرمندان تاجیکستان یک جای روزهای فرهنگ رفته بودیم. در اونجا ما برآمد کرده بودیم. از همون لحظه مثلا وقتی که از شما میپرسن که کدام یکی از اثرهای خوبه که در سفر ایجاد کردید، یکم کدام اثر به خاطرتون میاد؟ در اونجا راستیگر مشق دکترم در بیرون از کشور ایجاد شده است. چون مشق دکتر هم برای مشق برای خودم بود، هم
برای دیگران خیلی و یک اثر خوب هم است مشق دوتار. اثری است که همون رو بسیار دوست میدونن. سلامت باشید. بعدا در تاجیکستان سبک گوش کردن دوتار نوازو خیلی خوب اجرا کردن مشق دوتار. نه کمتر از اون به یاد میبره. اثر گوشنواز هم اثر تکنیکی هم است. اگر برای اگر مثلا اگر از جهت کسبی برای نواز بگیریم نفری است که برای تکنیکی خودش هم بله خودی نام اثر مشق دوتار است. همون قسمت دویمش خودش همون چیز بود. من اینا مشق میکردم و یک چیز ساخته بودم. قسمت اولش بعد وارد کردم با همراهی یعنی این هنرمندای بیرونه برای اینا هم کمتر نزدیک باشد. این قسمت اولش اگر دونید اگر خیلی یک چیز زمانوی است، یک موسیقی همه گونه میکشد. قسمت دوم همون مشق دوتار است. وقتی که اینا تا از سر تا آخر آدم مینوازد دستا یعنی در میکند. یعنی اگر مشق نکرده یکی ابرو نوازید تیمپی خودش بنوازید در میکند. این برای مشق است. خودش هم مشق دوتار است برای همین رشد همون انگشت سر بود و دست چپ. انگشتان دست چپ. خوب به سوال دیگر همین سفری هست که از اون سفر شما ناراحت شده بودید؟ ناراحت نشدم لیکن در وقتی که در شاید کمی عذاب کشیدم. یک ایران در ایران بودیم. دهه فجر رفته بودیم با همراهی همون دسته اکادمی مقام. ما هرچی هنرنمایی کردیم. بعد همون روز آمدم خانه وقتی که همون آینه تیریزه هتل ما مهمانخانه رو کشادم و همین برای محکم کردن. اول نفهمیدم این چگونه محکم میشد. اینا با فکرم جورم کشاده بود. همین تیریزه قبیده کمتر تیله کردم که این انگشتی من مون در بین تیریزه و همون سماش یعنی در انگشت یعنی همون جایی که تیریزه باید که محکم شود. بله همون جاش اکن تیریزه راست این خیلی تاگش وای بود است. این خیلی میرد کو رولک دار انا کن این دردی دستی من با انگشت نمیماند من خوب کنم. بعد شبانه ما گرفتن و بودی و بیمارخانه بردن. بیمارخانه در اونجا دیدن بعد یک اوکول کردن یک دارو کردن. حتی همون دارو من تاثیر نکرد. همون شب من خوب نکردم. هم عذاب کشیدم چون سخت در میکنه جای نازک است. بعد این ناخونی من از با سبزیده برآمد و خودش ناخونی کنه. بعد با مثلا هنرنمایی خلال است. هرچی ما گذرانده بودیم هنرنمایی همون روزی که ما هنرنمایی کردیم بیگاه این کار شد. بعد از اون ما 2 شب دیگر باید اونجا خواب کنیم. یعنی یک شبش من خیلی عذاب کشیدم. خیلی پگش با دردمون دارو خوردیم. این ناراحتی همین بود. سفری که برای شما خیلی خوش گذشت. سفری که برای من خیلی خوش گذشت. عادتا همه سفرها خیلی خوش میگذرد لیکن شاید اگر حادثه خاطرمان شد که بار اول 2004 توسط مسکو ما اروپا پرواز کردیم با شهر پاریژ فرانسه. این بار اول است. ما ولی مسکو هم ندیده بودیم. یکی بار مسکو هم دیدیم. بعد همون شهر پاریژ فرآمدیم. همون وقت حسیاتی من اون همکورسای ما هم خیلی بود که وقتی که همون شهر پاریژ می‌درویم در اونجا همین خیلی از زیبایی شهر ما در حیرت ماندیم. این خیلی خاطرمان بود. این هیچ فراموش نمی‌کنیم. تو هنوز می‌گوییم در خود همون افسانه بودیم. شهر افسانه‌ای بیهوده نمی‌گفته است. سفری که در جزیره گونالولو بود
این خیلی خاطرمان است برای ما. این جای همه جایگیر شده است. از شهر لس آنجلس ما 3 ساعت پرواز کردیم. بعد یکی دیدم که جزیره میتابه، 2 تا جزیره بین آب. پیش 1 تا بود است، بعد سالها گذشته است و آب گرفته است، نیمش به آدم زندگی نمی کند، فقط 1 تاش به شهر گاناولو در اونجا. بعد فرا آمدیم، طبیعتش خیلی زیبا است. و یکی از منطقه‌های سرسیاه هم هست در حقیقت. خیلی رسم‌های خیلی زیادی داره. و یک افیشای عجیب هم در این بین رسم‌ها هست. یک افیش این در ترکیه باشه، در کجا باشه؟ در ترکیه یک افیش هست. یعنی یک افیش خیلی با لباس ملی. بله. شما در نمایش نشون میدین؟ من وقتی که سفر میکردم توسط ترکیه، همون هواپیمای ترکی بود، بعضی پرواز من دیر میشد از ترکیه، یا در اونجا نگفته نماند یک دوستی من آمریکایی ویل سمیت در اونجا زندگی میکند، در خود استانبول دانشگاه تکنیکی استانبول یعنی درس میگذارد و خیلی متخصص خوب است. و همه وقت من کجایی که روم میپرسد برای چی رفتی، برای کجا برآمد میکنی، در ایجادیات من با خبر است. این همه وقت میخواست من یک درس مهارت گذارم در اونجا، چون در دانشگاه مطربا و هنرمندا استودنتا بوده است، اونو خواهش کرده است و با کمک ویل ما یک برنامه کنسرتی هم درس مهارت در خود دانشگاه تشکیل کردیم. اینم از وقتی که توسط برگشت از اروپا بود، در ترکیه من 3 شب ماندم در خانه جورم در شهر استانبول. همون وقت ما برنامه درس مهارت و برنامه کنسرتی گذاشتیم. در اینجا با چند دانشجو و هنرمندای خیلی خوبن با اینو شناس شدیم. امروز شما راهبری موسیقی انسامبل دولتی ششمقام رو به عهده دارید و نگفته نماند که راستی از جمله هنرمندان که خودی پیشوای ملت انتخاب کرده به پایتخت آوردن، یکی از آنها شما بودید. بله. یعنی محض با انتخاب و دعوت خود جناب عالی به دوشنبه آمدید، الکی هم مدال خدمت شایسته دارید و هم به عنوان فخری هنرپیشه شایسته سزاوار شدید. سلامت باشید. یعنی در انتخاب هنرمندان، همین خصوصا در انتخاب و معرفی هنرمندان، نقش پرزیدنت خیلی زیاد است. خیلی زیاد است. بله. نگفته نماند. یا چه خیلی شد که اومدید؟ من راستی وقتی که جناب عالی در ولایت صبح بودن، در اونجا در نزدشان من هنرنمایی میکردم. بعد گفتن این چگونه است، بیار من بینم. گفتن دکتر بردم، خودشان دیدن شاگردی میگیری. من گفتم من گفتم با جانی بید. بعد گفتن که جای تو دوشنبه میری. گفتن دوشنبه فعالیت کردن هنرمندای اصیل باید در پایتخت باشد. گفتن این سالهای همین 2001 بود. بعدا من با دعوت جناب عالی با دوشنبه اومدیم. خیلی من منتظر هستم از سرور دولت، چون همین هنری ما قدر کرده اینجا دعوت کردن و از اینجا ما تمام جهان دیدیم توسط هنر خود ما. سببگار اساسی این جناب عالی یعنی محترم پرزیدنت کشور ما. و امروز روزهای فرهنگی نیست که شما در اون نباشید. قریب در اکثر آن شما یعنی همچون معرفی هنری تاجیک یعنی موسیقی تاجیک در قریب در همه روزهای فرهنگی تاجیکستان در کشور عالم هستید. خدا با شکر. البته از طرف خودی وزارت فرهنگ خودشون انتخاب میکنن. بعضی وقت درس‌های مهارت هم حتی گذاشتیم در بعضی جا، در آینده گذاشتنی هستیم. نگفته نماند همین نزدیکا با در ایران بودیم. در ایران سفر آخرانی ما اونجا 17 فرهنگ اقوای ایران
زمین بود. در اونجا کشورهای هم ازبکستان بود، قزاقستان بود، تاجیکستان، بعد دسته‌های هنری از خود ایران زمین بود. در اونجا در کوچه میگردیم، در هر جا میگردیم، مردم البته شرایط زندگیش همه نظم میدوند، اما ما اون چیزی که دیدیم وقتی که پرسان میشود شما از کجا، ما از تاجیکستان میگوییم و امام علی رحمان یکم نامی پرزیدنت ما میگیرد. البته اون کارهایی که از طرف پرزیدنت ما شده ایستاده است، ارزشی همون صنعت ملی، اون فرهنگ ملی، هر چیزی که ارزش داریم همشه ما امروز البته صاحبی کرده ایستادیم خوشبختانه. به خاطر همین اون آزادی که به نسبت هنرمند، نسبت صنعتکار هست در تاجیکستان اینا هوس میکنن، در ایران هوس میکنن. حتی گفتن که در تاجیکستان خیلی ما هوس میکنیم در آنجا زندگی کنیم، میخواهیم در آنجا زندگی کنیم، همچنان باید شرایط ما به مهیا باشد. گفته حتی گفتن. به خاطر همین من خیلی منتظر هستم از سروری دولت، عموما از کشور خودم، از فرهنگ خودم، از همون عموما صنعتی که امروز دارم، ما این افتخار میکنم و کوشش میکنم که در آینده با همین صنعت بازم فعالیت خود را دوام دهم. درباره کدام عکس میخواستید گوید ولی من شاید که ما نپرسیدیم. این گانکونگ. انا این رسم جویی. اینجا گویا شما یگان امضا میگذارید، نقاشی میکنید، چیکار میکنید؟ کنسرتی ما در خود شهر گانکونگ، هنگ کنگ بود. در اونجا یکی از شاگردان من در اونجا زندگی میکند. چند مدت آمده در دوشنبه درسم گرفت از من. در وقتی که در انگلیس بودم برنامه کنسرتی من به اشتراک کرد، آمده بعد درس ها گرفت از خودی میهمانخانه رفته. بعد یک برنامه کنسرتی من میخواست در گانکونگ تشکیل کند و همچنان هم شد. ما با همراهی یک سال پیش با همراهی شوکت جان عاقلов، قجای نواز و بیروزی نعیمجان ما 3 نفر یک برنامه آماده کردیم. برنامه را در دوام 1 ساعت از موسیقی کلاسیکی، موسیقی خلقی، بعد اثرهای نو ایجاد کرده ما آماده کردیم و در خود مرکز شهر گانکونگ یک تالار مرکزی اونجا کنسرت مانده. خیلی خوب بود کنسرت. بعد از کنسرت مردم صحبت میکردن، یعنی برنامه کنسرتی تمام میشود، این شاگردی من به صحنه میبراید، خوش آمدید گفته ما درباره ما گپ زد و بعد به مردم مراجعت کرد، مرحمت چی سوالی داشته باشید بذارید. در آنجا هر یک اثری که ما ننواختیم اجرا کردیم، درباره هر یک اثر حتی پرسان میشدن این چی گونه اثر، این خودتون ایجاد کردید یا چیزی خلقی است، یا مثلا میگن که برای چی شما ضرب همین آهنگ رو این گونه کردید، ضرب آهنگ این گونه میشد کو، یعنی متخصصا بودن بسیارشون. بسیار سوالای جالب بود و بسیار قریب 1.5 ساعت 30 دقیقه ما با مردم صحبت کردیم. بعد از انجامی برنامه همین افیش، همین اعلان نامه ما در دست همون بعضی مخلصا بود. اینا همشون خواستن که به همین من امضا گذارم، سایه دست مونم. بعد و همچنان هم شد. بعد چند دعوتنامه بود و این افیش به من دست مانده بودم. یعنی هر یک عکس شما یک خاطره خیلی کلان است و اگر اینا ما شاید نقل کنیم ساعت ها در کار می شود. به همین خاطر ما بعضی عکس‌های شما رفته بینندگان نشان دادیم و نشان هم میدهیم و شاید در صحبت های آینده باز درباره بعضی خاطرات دیگر صحبت میکنیم. ولی ما در این صحیفه نمایش ما یک پرسشنامه کوتاه داریم، یعنی شما با چند سوال جواب کوتاه گردانید.
چیزی که شما همیشه از کشور نو به خونه میارید چی است؟ شیرینی. ارزوی شما باز برای کنسرت موندن در کدام کشور است؟ ارزوی من در ایران. کدام موضع تاجیکستان رو میخواهید که شما با خارجان نشان دهید، معرفی کنید؟ کوهستانی که ما ناتکرار طبیعت زیبا داریم و البته همون اسکندر کول و البته پایتختی کشور امروز ما میتونیم کنیم. اگر به شما امکان دهند که یک روز به یگان جای سیاره سفر کنید، کجا رو انتخاب میکنید؟ یک روز همون جزیره هاوایی. شما حالتی هست که به یگان آمادگی به سفر رفته باشید؟ بله، ما یگان تمرین هم نکردیم، در خود اسپانیا بودیم با همراهی یک هنرمند ایرانی ما شناس شدیم و صحنه برآمدیم. باره در فرودگاه یگان حادثه غیرچشمه رخ داده است با شما؟ بله شده است. یعنی سازی من با باگاژ گرفتن شدن، این برای من فاجعه آور بود. رفتن برای شما خوب است یا که برگشتن؟ برگشتن خوب است البته. رفتن بسیار جا رفتم، لیکن برگشتن همه وقت خانه یاد کرده با خانه با کشور برمیگردم. کدام نمودی دوست داشته ورزش استراحت دارید؟ مثلا ساحل، سیر و گشت، طبیعت، ورزش‌های اکستریمالی، نمیدونم آثارخانه ها، کدامش؟ طبیعت. خوب، این یک پرسشنامه کوتاهی ما بود. یگان چی گفتنی دارید؟ در حقیقت من گفتنی من همین است که همین عکس ها وقتی که عکس میبینم بعد به یادم میزند که ما در همین جا بودیم و اینجا بودیم، بعد در اونجا چیا شده بود، این چیزا به خاطر میزند. یک برنامه خیلی خوب بود، من یادآور شدم از چند چیزا بازم. یعنی همین عکس ها خاطر رو زنده میکنن؟ بله همین عکس ها خاطر رو زنده میکنن. و محض نمایش ما به همین خاطر سفر گفته است که وقتی که همون قهرمان مثلا شاید که در اساس همون عکس و علاوه با چندین حالت‌های دیگری که در همون سفر بود، چون شما با خاطر آورده چندین حالت رو. و من می‌خواستم که در آخر شاید یک نوازشی کوتاه برای تماشابینان و من نوازش جمع کنم. سلامت باشید. هر یک عکس یک توقف در راه است و هر یک راه مثل آهنگی است که آن در دل زندگی میکند. و امروز ما سفر را در عکس‌های موسیقی نواز دیدیم که جهان برای او صحنه است و سفر برای او الهام. سراج‌الدین جوریف، راهبری موسیقی انسامبل دولتی ششمقام به نام فضل‌الدین شاوف، و تشکر برای خاطره‌های نیک، برای یک صحبت جالب. و دوستان عزیز، تا واقعی آینده در راه‌های نو، در عکس‌های نو و در صحبت‌های نو.